ضمن عرض سلام امروز یکم دی ماه 1404 است که با یکی از دوستام از کرمانشاه آمدیم منطقه نهاوند و در دامنه کوه آردوشان و اول رفتیم دنبال سنگای عقیقی اینا که چند تا بیارزش پیدا کردیم و الان جهت نهار به داخل باغش آمده ایم و اینجا جادان خالی واقعا صفا داره، هوا آفتابی گرم جالب است. آقا محمد رضا جانم تماشا کنه فیلم میده. صفای دنیا در چی است؟ طبیعتگردی و طبیعت. آرامش روح و روان در طبیعتگردیه. داری چیکار چربی داری میزنی؟ چربی میزنم. دست در نکنه، دست در نکنه. خوشمزه خوشمزه میشه. آره واقعا خوشمزه میشه. خب آقا محمد رضا بیا تا باد بزنم درستشونم. بیا اینو بزنه. آره بیا تماشا کن. ویسا اول چربی بیار. نه والا او چربی روشو بزن. چربی روش. آره بزن رو همش. یکم فشارش بده. من فیلم میدم. خب واقعا دست در نکنه، افتادی زحمت امروز افتاد گردن شما که بتانیم امید خدا جبران کنیم. زحمت برای والله راحت دست برای در نکنه برای آتشت، برای چای آتشی و برای مرغ و برای همه چیز. اینم از جنگل و خب اینم بذاریم اینجا. بیا اینجا. یه حرفی برامون بزن دوست عزیز. به خدا این محمد واقعا محمد محمدم دارم گله من دارم دستش رفیق قدیمی دارم میاد. چه کارش کنه محمد؟ ای بگو چه کارش کنه؟ دارم میاد. آره نه دارم میاد، مهمان داشتن. خب انجام فیلم از من بگید از این محیط اطراف. یه لحظه قدش میگیرم. نه